هالو ویگتس اینه. سلام، حالتون چطوره؟ چه خبر؟ خب رسیدیم به تایل ب از لکسیون 5 درسته؟ و ما الان میخوایم با هم دیگه این درس رو شروع کنیم و بریم جلو. Nummer 1. Alle im Kurs sprechen Sie über Ihre Person. در مورد خودتون و شخصیتتون صحبت کنید. یه متنی، یه خطی، هر چیزی به نظرتون میاد بنویسید. Ich bin Carla, 20 Jahre alt und meine Hobbys sind bla bla. Okay. Zu zweit lesen Sie den Text links und unterrichten Sie die Tage, dann hören Sie und sortieren Sie. Nummer 2. B. Aufgabe 2. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. B. یه بار دیگه گوش Aufgabe بدین. 2. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. بچه این ترتیبی سی. که الان داره بیان میشه مال خود مثلا آمریکا و آلمان و اینایی که روزهای هفتهشون با ما متفاوته. پس از منتج شروع شد. دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه میتوخه. میت به معنی وسط دیگه، وخ هم همون معنی هفته رو میده. میتوخ انگار داره بهش میگه وسط هفته. خیلی جالبه برای من. چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه. خب این از این. بریم با هم دیگه تکست رو بخونیم. Wann, was, wohin. In Berlin. Lisa. Am Donnerstag gehen wir immer ins Latinhaus. Wir feiern und tanzen. Das Latinhaus ist mein Lieblingsclub. Super. میگه در روز پنجشنبه ما همیشه میریم به لاتین هاوس. بعد میگه جشن میگیریم و میرقصیم. لاتین هاوس میگه کلوپ مورد علاقه منه، عالیه. بن. Am Wochenende bin ich nie zu Hause. در آخر هفته من اصلا خونه نیستم. Der Samstag ist richtig cool hier in Berlin. داره میگه که شنبه در برلین واقعا خیلی خفنه، خیلی خوبه. Ich treffe Freunde und wir gehen ins Konzert oder ins Theater. من دوستامو میبینم، با هم دیگه به کنسرت میریم یا میریم تئاتر. Der Freitag ist mein Lieblingstag. Manchmal laden wir Freunde ein. میگه جمعه روز مورد علاقه منه. معمولا من دوستامو دعوت میکنم. Und wir kochen و با هم آشپزی میکنیم. Das macht Spaß. Oder wir gehen ins Restaurant. Wir essen Hamburger oder Sushi. غذا درست میکنیم، خیلی خوش میگذره. یا اینکه با هم دیگه میریم به رستوران، همبرگر یا سوشی میخوریم. Unser oft Pizza و گاهی اوقات هم پیتزا. Mein Familie liebt Pizza. خانواده من عاشق پیتزا. Berlin schläft nie. برلین هرگز نمیخوابه. یعنی منظورش اینه یه شهریه که همیشه شلوغ، همه ساعته، مغازه ها بازن. Tanzen von Montag bis Sonntag.
از دوشنبه تا یک شنبه میرقصیم، از اول هفته تا آخر هفته منظورشه. Die Webseite von in Berlin liest 250 Clubs, Bars und Discos. داره میگه که وبسایت این برلین لیست کرده 250 تا کلوب و بار و دیسکو رو. اینجا رو حالا فعلا هیچی نمیخواد، بعدم بهتون میگم چیکار کنید اینا رو. Die Termine für Konzert, Highlights, Musicals und Shows haben wir bei in Berlin. میگه این که بخوایم تایم بگیریم برای مثلا کنسرت بلیت بگیریم، نمیدونم نمایش موزیکال بخوایم بریم یا اینکه بخوایم یه شو رو ببینیم، همه اینا به وسیله این برلین انجام میدیم. برلین hat 4650 Restaurants und die Top-Adresse sind hier bei in Berlin. داره میگه که برلین 4650 تا رستوران داره و اینا همه مثلا آدرساشون در بالای نمیدونم سایت این برلین هست. و برلین hat 300 Kinos und 50 Theater, Filme auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und das Programm hat in Berlin. میگه که برلین 300 تا سینما داره، 50 تا تئاتر داره و فیلم ها به زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی هستن و اینا توسط این برلین برنامه ریزی شدن. خب اینجا اومده یه سری حالا بهتون نوشته داده و خواسته که اینا رو ببینید مربوط به کی هست. مثلا لیزا اینو گفته، بن گفته، اولین گفته. کدومشون گفته؟ مثلا فقوند آنلادن، دعوت کردن دوستان، این کنسرت گهن، انستعاد گهن، رفتن به کنسرت یا رفتن به تئاتر، فقوند تقفن، ملاقات دوستان، اینس رستورانت گهن، فایرن، رفتن به رستوران یا فایرن، جشن گرفتن. بعد حالا میگه این متنها رو بیاین بالا داخل اونجایی که گفتم، بعدم بهتون میگم این قسمت ها ببینید به کدومش میخوره بنویسید. اینو به عهده خودتون گذاشتم، اینم به عهده خودتونه. کلاسیک oder راک und پاپ، فیلم ذهن، اینست oder گهن. ولش کن بذار خودم بهتون بگم. بچه ها این کلاسیکه میشه اینجا، بعد بلنت آره اینم همون فیلم ذهن و تئاتر گهن. اوکی خب بریم نومافون با هم دیگه گوش بدیم. B. Aufgabe 5. Hallo, hallo, ihr Lieben da draußen im World Wide Web. Hier ist er wieder, der Podcast von In Berlin. Und wir sind heute in der Redaktion und haben Leserinnen und Leser hier. Lisa, Ben und Evelyn. Hi, wie geht's? Hi, sehr gut. Du, Lisa, sag mal, was machst du so in der Freizeit? Liest du? Triffst du Freunde? Oder lädst du Freunde ein? Also, ich lese gerne. Und ich lade meine Freunde ein. Und am Donnerstag gehen wir immer ins Latin House. Wir feiern und tanzen. Das Latin House ist mein Lieblingsclub. Super. Oh, cool. Hi, Ben. Und du? Was machst du so in der Freizeit? Am Wochenende? Siehst du viel fern? Hi, am Wochenende bin ich nie zu Hause. Der Samstag ist richtig cool hier in Berlin. Ich treffe Freunde und wir gehen in Konzerte oder ins Theater. Und Evelyn? Was machst du? Sport? Fährst du gerne Rad? Ja, ich fahre sehr gerne Rad. Hier in Berlin ist das ja kein Problem. Und ich jogge. Was ist denn dein Lieblingstag, Evelyn? Der Samstag? Nein, nicht so. Der Freitag. Ja, der Freitag ist mein Lieblingstag. Manchmal laden wir Freunde ein. Und wir kochen. Das macht Spaß. Oder wir gehen ins Restaurant.
Wir essen Hamburger oder Sushi und sehr oft Pizza. Meine Familie liebt Pizza. Okay, danke schön. خیلی هم عالی. توصیه میکنم یک بار برگردید به عقب و گوش بدید که چی گفته. مجدد سعی کنید بنویسیدش. واسه نومازکس اومده یه سری وربن رو داده و اینا تقنباق وربن هستن، فعل‌های جدا شدنی هستن و شما خواسته که صرفشون رو کامل کنید. گفتیم که برای دو و اغزیس صرف فعل‌های اون رگل مسیش میتونه اینجور باشه که حرف صدادارشون تغییر کنه و به یه حرف دیگه ای تبدیل بشه. اینا که اون رگل مسیج هستن، این قسمت هم تقنباق وربن هستن که آین مثلا جدا میشه میره آخر جمله. خب اینم از این. بریم این قسمت. قبل از هر چیزی میخوام نومازیبن رو خودتون سعی کنید حلش کنید، بعدش بریم با هم دیگه چکش کنیم و بخونیم. چی میخواد سوال؟ مثلا اینجا کلمه پارک رو مشخص کردم، آرتیکلش چیه؟ در پارک. خب در اکوزاتیو تبدیل به چی میشه؟ به دن. پس میشه چی؟ این دن پارک. خب حالا بقیهش شما خودتون میخونین. مثلا واسه فیتنس استودیو چی بوده آرتیکلش و تبدیل به چی میشه، اینا رو مشخص میکنید. خب پس استوب کنید برید و بیاین. خب حالا با هم بخونیم. Ich arbeite viel und habe wenig Freizeit. من خیلی کار میکنم و تایم آزاد کمی دارم. Also ich mache viel Sport, ich gehe in den Park und jogge. Oder ins Fitnessstudio und ich gehe in die Stadt. Kaufe ein, treffe Freunde. Danke Laura. Und wie heißt du? Hi, ich bin Peter. Okay Peter. Was sind deine Hobby؟ داره میگه سرگرمیات چیه؟ بچه‌ها این خرید کردن و ملاقات دوستانو که میدونستین، تشکرم که میدونستید، به هایستم که میدونید یعنی اسمت چیه. اینا رو دیگه من معنی نکردم، متوقع دارم خودتون بدونید. الان اینم داره میگه سرگرمیات چیه، بعد داره میگه نایا فقانده تقفن. مثلا واسه این باید چی بگیم؟ این دی دیسکو گهن. دیگه چی؟ اینس کینو گهن. خب اینم از اینم که هیچی، توضیحات همین حرفایی که زدیم. و قسمت 92 بذاریم ببینیم چیه. B. Aufgabe 9. Guten Tag. Wir machen ein Interview für Neon Online. Wie heißt du? Ich heiße Laura. Laura Stark. Hallo. Hallo Laura. Was sind deine Hobbys? Ich arbeite viel und habe wenig Freizeit. Also, ich mache viel Sport. Ich gehe in den Park und jogge oder ins Fitnessstudio. Und ich gehe in die Stadt, kaufe ein, treffe Freunde. Danke, Laura. Und wie heißt du? Hi, ich bin Peter. Okay, Peter. Was sind deine Hobbys? Naja, Freunde treffen, in die Disco gehen, ins Kino gehen. Danke, Peter. Und خب همین متنی که بالا بود و خوند. حالا با توجه به متن بالا شما این ترکیب کلمات رو باید کامل کنید. حالا صفحه قبلم داشتیم اینجا هم یه سری سرگرمی رو برده. ایشش پیلگرن، من علاقه دارم بازی کنم، موزیک، آهنگ، کلاویا، پیانو. ایشگه گرن، من علاقه دارم برم، گرن علاقه داشتن. ایش هوق گرن، من دوست دارم بشنوم، فقوند دوستان، ایش لزه میخوانم، ایش ماخه انجام میدم، اشتغاف گرن، من علاقه دارم ملاقات کنم، اینس کینو در کینو سینما،
viel Sport ورزش زیاد. حالا سوالاتش رو با هم دیگه بخونیم و شما بنویسید. اینجا قشنگ ردیف بنویسید. Was sind deine Hobbys؟ یعنی چی؟ یعنی سرگرمی شما چی هستن؟ Triffst du gerne Freunde؟ علاقه داری که دوستاتو ببینی، ملاقات کنی؟ Gehst du gerne ins Kino؟ علاقه داری بری به سینما؟ Fährst du oft Rad؟ اغلب دوچرخه میرونی؟ به این صورت. و جوابش هم سعی کنید بنویسید. Was machst du am Wochenende؟ در آخر هفته چی کار میکنی؟ am Wochenende مثلا ich spiele Klavier، ich lese Buch، هر چیزی که به نظرتون میاد و بنویسید. Liest du gerne؟ علاقه داری که مطالعه کنی؟ و اینم از این. اینجا هم اومده براتون نوشته که ریشتیش به معنی درست و فالش به معنی غلطه. با آرزوی موفقیت و خسته نباشید.